سلام علیکم یار دوستان، هواداران کانال، خوش آمدید به کانال ما. در طبق درخواست یکی از همین استقامت کنندگان همین توتی خاله که خیلی وقت شده است در همین وطن نیستن، همین گذرشان یاد کردگی هستن که نمینم گذرشان در کجا باشد. التماس کردن که یک همین کوچه برای ما یک نوار کرده گذر گفتن اوه به منم برای خاطر همون حضرت، چون که خیلی التماس کردن با همیشه هم در افیر سخت التماس کردن که باید که همون کوچه ما یک گذره دو نشان تید گفتن همون کوچه همین خانه نو شده گستن در همین گذر. این گذر خیلی این کوچه است طرفی خانه هم کوچی یکم کوچی ویده توت خاله. این درچی گذری سلطان خوجه میره اینجا دو خانه سه خانه نو شده گستن اینجا. واقعا برای بعضی ها این خود یک مسخره میتواده ویدیو، لیکن برای بعضی ها این چیز یک چیز یادآوری است. با دیده خیلی خوشحال میشه. اصلا اگه خوشحالی شما برای ما یک شرف است که به خاطر ما نوار میکنیم که تا که شما خوشحال باشید، برای که یابید هر جا که نباشید در خانه خدا باشید. همین درخواست شما بود، ما هم همون درخواست کمی هم باشد رای میکنیم عملی میکنیم. که اکثر آدم مثلا وای میگن چی میگوید که چی ویدیو بوده همین زب چیز سیامکه کردی میگود هرچی میگود، لیکن برای بعضی این نوارها قدر دارن. دوکان سلطان خوجه، خدا دولت سلطان خوجه هم زیاده کند، خدمت مردم برای مردم خدمت میکنن. به مگزین میشد این بولوها انده که هم باشد یک نوارچه کرده گذشته. این پریزهای قاق کرده حضرت ها همین خونی کی باشه. این مکتبش مکتبی توت خاله جبون از لیونه مراجعه هم داشت است. این مکتب تنوع همین تو پیش مکتب منده. اینا شیفای همین توت خاله احمده دو نفر یعنی کسی اینا رو میشناسه دیگه حتما برای شما سلام افتادم. برای کی آقا مکتب همین خلاصه همین استادیونش خدا دولته یا مردم زیاده کنند خانه های با حشمت بگیریم در خانه با حشمتشان داریم توی خورسندی باشد. موافق استطاعت ما اندکی هم بود برای شما نوار گرفتیم.
برای همین توتی خوردن هم یک ایستگاه تشکیل شود خیلی خوش میشد. من برادر عزیز من در همین زیر سایه توت نشستگی هستند، میشناختگی باشند حتما برای همین یک لایک آبدار شود. سلام علیکم. جور است شلاق دیگه آدم نیسته بفروره. نمیدونم چی نمیدونه. خلاصی این هم یک نوار کوتاه بود بحری اما برادره که سخت التماس کردن که از ما توتی خوله را سیامکه کنید، توتی خوله را سیامکه کنید. گفتن ما هم حد الامکان برای اون کسی یک نوار خوبه کردیم. خیلی باقی سربلند خانه آباد باشه.